ایونت پلاس با داشتن سیستم ایر کاندیشن از 40 تا 1400 تن مهمان شما را در محافل، اجتماعات و کنسرت ها می‌پذیرد. ایونت پلاس با داشتن تیم قوی کاری، ذوق و امکانات وسیع هر نوع خواهش شما را در بخش دکوریشن و سرویس می‌پذیرد. آشپزخانه مدرن ایونت پلاس با تهیه غذاهای لذیذ در خدمت شماست. ایونت پلاس، سالن رویایی شما در جرمنی. ایونت پلاس، هرد، کنار شهر کلن. تلفن 022 33 71 79 80. به نام پروردگار بس بخشاینده و نهایت مهربان، پروگرام امروز در لابلای واقعیت‌های افغانستان را خدمت شما تقدیم میکنم. وطنداران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آنده از دوستان و بیننده های محترم تلویزیون پیام افغان که پروگرام های ما را از ظرف 1.5 ماه به این طرف تعقیب کردند، خوب آگاهی دارند که ما یک بحث را آغاز کردیم که در جستجو و در سراغ یافتن راه‌هایی استیم که در مرحله اول یک اتحاد نظر، یک همفکری و یک همدلی را در بین افغان‌های بیرون از افغانستان ایجاد کنیم تا بر مسائل عمده و مشکلات اساسی افغانستان غور بکنیم و در قدم دوم امکانات عملی را مورد مطالعه قرار بدیم که بعد از اینکه نماینده های مردم از اروپا و کانادا و امریکا و استرالیا و مناطق دیگه نماینده ها تعیین میشه، به صورت عملی در کجا جمع شوند، چگونه صحبت بکنند و صحبتشان به کدام مسیر باشه. نظریات مختلف ارائه شد و اجالتا یک نظریه مورد بحث است که او انعقاد یک کنفرانس یا گرد همایی تفاهمی افغانهای مهاجر است که این نظریه از طرف جناب محترم دکتر صاحب سید عبدالله کاظم ارائه گردید و مهمان دیگه ما دکتر صاحب عثمان روستار ترکی هم تشریف آوردن، سخنان زیادی داشتن، اما در خلاصه اونا هم کنفرانس بین الافغانی را و یا همی گرد همایی تفاهمی افغانها را تایید کردن. در پرنسیپ نظریات هم داشتن علاوتن راجع به محلش و ترتیب انعقاد کنفرانس. روی همین ملحوظ ما امروز دو مهمان محترم و بزرگوار دیگی دارم که میخوایم اونا هم روی از این مسائل صحبت بکنن و نظریات مشخص خود را در قبال اینمی پیشنهادات بتن و اگر خودشان پیشنهادات جداگانه داشته باشند به اطلاع و به سمع شما هم برسانند. مهمانای گرامی القدر ما
جناب محترم دکتر صاحب محمد صدیق نورزوی است که شما همه به اون آشنایی دارین و مهمان دیگر ما محترم دانشمند جناب انجینیر صاحب فضل احمد افغان هستند که ایشان یک انسان با احساس و وطن پرست هستند و کتب عدیده نوشتن، رسالات و مقالات زیادی دارند و مخصوصا جرمن آنلاین از مقالاتشان مملو است. همیشه در تلاش همی بودند که راه های حل را برای مسائل افغانستان ارائه بکنند و راستی نوشته های بسیار ملی گرایانه و وطن پرستانه دارند و دلشان از جمله کسایی است که به حال افغانستان عمیقاً و واقعاً می سوزه. ما منتظر تلفن دکتر صاحب محمد صدیق نورزوی هم هستم که اونا تلفن میکردن، اما متاسفانه که تا حال بالای لاین تشریف ناوردن. ما اصلا میخواستم برای از که عدالت تأمین شود دو کاغذ را، نام یکیش انجینیر صاحب افغان در یک کاغذ نوشتم و در کاغذ دیگه نام دکتر صاحب صدیق نورزوی نوشتم، به خیال که ما یک از این کاغذها را از همکار تکنیکی خود خواهش میکنم که بیاین بردارن که ما بگوییم که کدام یک از میمانای ما باید صحبت کنن. با اجازه تان من لاین نمیگیرم، به فکر میکنم که دکتر صاحب نورزوی باشن. بله صاحب. دکتر صاحب خوش شدم که شما را سر لاین دارم. من شما را به هورد میگیرم باشین که همی قرعه کشی ما خلاص شوه صاحب. دیگه باز بخیر ببینیم که نوبت صحبت از کدام شما خواد بود. باز هر کسی که به قرعه برآمد اونمونا صحبت میکنن. مصطفی جان مرا کمک کنین و این کاغذها را لطفاً یکیش بردارین صاحب که ببینیم که کی صحبت میکنه صاحب. یک کاغذ. تشکر. انجینیر صاحب افغان، قرعه به نام شما برآمد. شما لطفاً صحبت کنین. صدای مرا میشنوین؟ انجینیر صاحب افغان، عرض کردم که قرعه به نام شما برآمد. شما نیم ساعت وقت دارین، لطفاً صحبت‌هایتان شروع کنین و من از بیننده های محترم خواهش میکنم که قلم و کاغذ بگیرن و نام دکتر صاحب افغان هم بنویسن، نام دکتر صاحب نورزوی هم بنویسن و هر سوالی که از هر کدام از گویندگان ما داشته باشن، از میمانای عزیز ما داشته باشن، امور یادداشت بکنن که بالای اصل موضوع به صورت مشخص از طول و تفصیل و بیانات و ارائه نظریات و اینا اگر کمک خودداری شوه سوال داشته باشین مشخص سر موضوع صحبت کنین. شما خوش آمدین و من تلفنتان را جواب میتم. اگر من میبینم که صحبت از چوکاتی و مشخص و معین را که ما تعیین کردیم خارج میشه، ما قهر نشین تلفن قطع میکنم صاحب. انجینیر صاحب افغان. بله صاحب مهربانی بفرمایید صاحب، نوبت صحبت از شماست. قرعه به نامتان برآمد صاحب. مهربانی کردین. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دانشمند عباسی صاحب، من هم احترامات قلبی خود را مقابلتاً خدمت شما تقدیم می‌دارم. مهربانی میکنین صاحب. تشکر. میخواهم از دعوت این جانب به پروگرام وزیر شما و زرنوازی که با معرفی آگنده از محبت فرمودید عرض سپاس کنم. همچنان با استفاده از فرصت احترامات صمیمانه خود را خدمت جناب دکتر صاحب نورزوی، جناب آقای عمر خطاب، کارکنان نهایت گرانقدر تلویزیون حقگوی پیام افغان و هموطنان عزیز القدر خویش تقدیم می‌دارم. جناب عباسی صاحب درباره جنایات، مظالم، خیانت‌های ملی، دردها و آلام بی‌پایان 30 سال اخیر در پروگرام‌های ارزشمند جناب شما و آقای خطاب بسیار اوریان صحبت‌ها صورت گرفته. لذا
نمیخوایم در این چند دقیقه محدودی که برای موضوع مشخصی که عبارت از پیشنهاد این جانب است تعیین گریده وقت گرانبهای جناب شما را بگیرم. بناهن به اجازه شما میخوایم قبل از مطرح نمودن اصل مطلب درباره آرزوها و امیدهای ملت افغان بعد از تجاوز نظامی امریکا و انگلیس به تاریخ 8 اکتبر 2001 و به تعقیب آن دایر شدن کنفرانس بن تحمیل حکومت مصلحتی آقای حامد کرزی بر ملت قهرمان و بسیار مظلوم افغان، بعد از دوره های سیاه ملت افغان بدون درک دسایس و توطئه های شوم قدرت های اشغالگر انتظار زیاد با توقعات خوشبینانه و امیدوار کننده با آینده با صلح و صفا در کشور بودند و بی‌صبرانه انتظار داشتند که یک، با ایجاد حکومت های غیر مصلحتی آزادی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حاکمیت ملی و غیر منسلک بودن افغانستان مجددا احیا خواهد شد. دو، با ایجاد قوای نظامی مجهز ملی افغانی قوای خارجی ناخوانده شده خارج خواهد شد. سه، شرایط بازگشت آبرومندانه مهاجرین افغانی به مادر وطنشان فراهم خواهد شد. 4. امنیت و عدالت اجتماعی در سراسر کشور تأمین خواهد شد. 5. با محاکمه ناقضین حقوق بشر، جنایتکاران و خائنین ملی، آشتی ملی اعلان و وحدت ملی ایجاد خواهد شد. 6. دموکراسی واقعی مطابق شرایط اجتماعی افغانستان به شکل تدریجی پیاده خواهد شد. 7. ریشه های تروریسم و کشت مواد مخدره از بیخ و بن کنده خواهد شد. 8. زیربناهای اقتصادی و اجتماعی مجددا احیا و انکشاف داده خواهد شد که متاسفانه در 7 سال اخیر یکی از آرزوهای فوق ملت افغان برآورده نشد، بلکه برخلاف خرابتر و ملت مظلوم به طرف یأس و ناامیدی کشانده شد. حال به توضیحات فوق میخواهم به اصل مطلب که عبارت از پیشنهاد من که جناب شما از آن یاد فرمودید، یعنی راه بیرون رفت از حالت رکدبار امروزی و به پیش به طرف آینده درخشان است به جناب شما و از طریق پروگرام لابلای واقعیت‌های افغانستان به گردانندگی دانشمند گرانقدر شما و هموطنان نهایت عزیز عرض و پیشکش نمایم. هموطنان گرامی باید قبول بفرمایند که در 30 سال اخیر صلاحیت تصمیم گیری در قبال مسائل ملی افغانستان به دست ملت افغانستان نبوده، بلکه سرنوشت ملت ما از بیرون مرزها قلم زده شده و فعلا هم انتخاب زعیم و سرنوشت وطن ما به دست 36 مملکت خارجی و غلامان افغانیشان در افغانستان و خارج است و فعلا افغانستان در جهان به حیث یک موضوع ملی افغانی و بین المللی مطرح است. فلهذا در این مقطع زمانی خطیر وظیفه دانشمندان با درد، با احساس و وطن دوست افغان است که پیشنهادات معقول و طرف قبول اکثریت ملت افغان و جامعه بین المللی را ترتیب و آن را در یک کنفرانس بین الافغانی ملی، تأکید میکنم بین الافغانی ملی، طرح و بعد از تایید در کنفرانس بین المللی پیشکش شود. یعنی تعداد از دانشمندان افغان ما با در نظر داشت وضع بحرانی امروزی بدون حب و بغض بی‌طرفانه پیشنهادات خود را ترتیب و آن را در کنفرانس بین الافغانی ملی در کابل که متشکل از 100 نفر دانشمند افغان از داخل و خارج افغانستان باشد مطرح و بعد از غور و توافق به یک نظر واحد از بین خود 10 الی 20 نفر دانشمند غیر حزبی و تنظیمی را که فهم و دانش مذاکره با منابع بین المللی را داشته باشند به شکل آزاد و سری انتخاب و وظیفه برایشان داده شود که فیصله قبول شده کنفرانس را با زعامت آینده امریکا، نماینده خاص ملل متحد در کابل و از طریق او به سرمنشی ملل متحد، شورای امنیت و کنفرانس بین المللی مطرح نمایند تا به خواست خداوند متعال بعد
از موافقه کنفرانس بین المللی ملت افغانستان به حیث یک کشور آزاد و مستقل در فضای صلح و امنیت بتواند زعیم آینده خود را خود انتخاب و سرنوشت آینده مادر وطن خود را خود به دست گیرد. بله، در اینجا وقتی از کنفرانس بین الافغانی ملی در کابل حرف زده می شود، ممکن نزد بعضی از هموطنان سوال وارد شود که اگر کابل محل تدویر کنفرانس تعیین گردیده، پس چرا لوی جرگه عنعنوی دایر نشود؟ و اگر لوی جرگه دایر نمی شود، پس چرا کنفرانس بین الافغانی ملی در خارج دایر نمی شود؟ من به حضورشان عرض می کنم که در 30 سال اخیر زیربناهای اجتماعی کشور عزیز ما، یعنی وحدت و یکپارچگی ملی ما، از هم پاشیده شده و در شرایط کنونی بیش از 60% کشور خارج سلطه دولت مرکزی است. ایسایی نفوذ وجود ندارد. زورداران، زرداران و قدرت‌های خارجی در کشور نفوذ و قدرت دارند. در چنین شرایط مسلط در داخل کشور دایر شدن لوی جرگه عملی نیست. چی ما شاهد 2 لوی جرگه با زندوبندها و نتایج تلخ آن در 7 سال گذشته می باشیم. بنابراین من کنفرانس دانشمندان بین الافغانی ملی را بنابر جبر زمان در عوض لوی جرگه پیشنهاد می کنم. 2. کنفرانس بین الافغانی ملی در کابل به دلایل ذیل پیشنهاد می شود. اول، کابل بر علاوه که مرکز کشور اسلامی ما افغانستان است و کنفرانس مطابق عنعنات و فرهنگ اسلامی دایر و ختم می گردد، همچنان به حضور خبرنگاران، تلویزیون ها، رادیوها و جراید افغانی در آنجا می تواند از طریق آنها تمام ملت از جریان کنفرانس مطلع و کنفرانس برای پیشبرد اهداف ملی خود موفق تر شود. 2. چون کابل مرکز سیاسی افغانستان است، می تواند نمایندگان سیاسی دول مختلف که در کابل مقیمند در کنفرانس به حیث ناظر اشتراک نمایند که این اقدام خود در آینده باعث موفقیت در کنفرانس بین المللی می گردد. 3. چون وضع اقتصادی دانشمندان افغان مقیم در خارج از دانشمندان افغان ما در داخل افغانستان بهتر است و مشکل اقتصادی و اخذ ویزه را ندارند، فلهذا کابل به حیث مرکز دایر شدن کنفرانس بین الافغانی ملی و مقر سازمان ملل متحد برای کنفرانس بین المللی پیشنهاد می شود. در اینجا قابل تذکر است که برای دایر شدن کنفرانس بین الافغانی در کابل ضرورت به تشکیل یک کمیته تدبیری که متشکل از 2 نفر از امریکا، اروپا و از داخل افغانستان باشد. به زودترین فرصت تشکیل تا به همکاری و پشتیبانی نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل اقدامات لازمه را برای تدبیر کنفرانس آغاز نمایند. جناب عباسی صاحب، اینک حال اصل پیشنهادات خود را که می خواهم در جمله پیشنهادات سازنده هموطنان عزیز دیگر در کنفرانس بین الافغانی ملی مطرح شود. حضور جناب شما و وطنداران عزیز خود عرض می دارم. بفرمایید. 1. افغانستان به حیث یک کشور آزاد، مستقل و غیر مسلح شناخته شود. 2. افغانستان بین کشورهای همسایه با حیث بفر استیت قبول شود، یعنی نه افغانستان به کدام کشور دیگری تجاوز نماید و نه کشور دیگری به افغانستان و یا نه از افغانستان تحت خیزی بر کشور دیگری ساخته شود. 3. چون اشغال افغانستان توسط قوای نظامی امریکا و انگلیس و موجودیتشان برای مدتی طولانی طرف قبول ملت قهرمان و آزادمنش افغانستان نیست و نیز باعث تشنج در منطقه گردیده، بهتر خواهد بود الا احیای قوای نظامی ملی افغان، قوای امریکایی و انگلیس که فعلا مستقلانه عمل می کنند با قوای بین مللی مدغم و تحت چتر ملل متحد برای چند سال محدود مشترکاً با قوای نظامی ملی افغانستان در چوکات قوانین قبول شده دولت افغانستان و بین مللی در مقابل تروریست ها و دهشت افغانا عمل نمایند. 4. در اقامت قوای بین المللی که کمتر از 6 سال خواهد بود، به همکاری مالی و تکنیکی بین المللی قوای نظامی و امنیتی مجهز ملی افغانی برای حفظ
امنیت داخلی افغانستان تربیت شود. مطلب از قوای نظامی ملی سیستم جلبی دوره‌های قبل از 27 اپریل 1978 میلادی با امتیازات و تسهیلات بهتر می باشد. 5. خل سلاح تمام تفنگداران توسط قوای مشترک بین المللی و افغانی در ظرف 3 الی 6 ماه. 6. مرخص نمودن تمام سازمان‌های امنیتی خصوصی، غیر دولتی افغانی و خارجی و تأمین امنیت تمام مؤسسات داخلی و خارجی به شمول نمایندگی‌های سیاسی، تجارتی و قنسولگری‌های خارجی توسط قوای امنیتی دولتی به اساس توافقنامه‌های قانونی دو جانبه. 7. تعیین کمیسیونی با صلاحیت از متخصصین ورزیده افغانی و بین المللی که با در نظر داشت وضع اجتماعی، اقتصادی، نظامی و مخصوصا وضع بشری کشور و تثبیت اولویت‌ها در 6 الی 9 ماه 5 پلان 5 ساله را برای 25 سال آینده ترتیب و سپس پلان طرح شده را با سازمان‌های بین‌المللی و دول مختلف برای سرمایه‌گذاری مطرح و عملی نمایند. 8. برای برقراری عدالت اجتماعی در تمام ولایات کشور محاکم عدلی تحت نظر یک نفر نماینده ملل متحد تأسیس و اعلان شود. هر افغانی که ادعای جنایات غیر انسانی، غیر بشری و غیر اسلامی در مقابل شخص و یا اشخاص دارد، در مدت 3 ماه بعد از اعلان رسمی دولت از ادعا و یا ادعاهای خود با اسناد و شواهد در مقابل اشخاص ملکی و نظامی 3 دهه اخیر اطلاع و محاکم عدلی سیگانه یکی پی دیگر موضوعات را در ظرف 3 ماه بررسی بعد از فیصله نهایی محکمه عالی، ناقضین حقوق بشر به محکمه بین‌المللی معرفی و دیگران در صورت محکومیت به تناسب جنایاتشان به جزای اعمالشان رسانیده شوند. سپس آشتی ملی اعلان و صفحه جدید برادری گشوده شود. 9. چون بیش از 90% ملت افغان بنابر نداشتن سواد کافی و شعور سیاسی مفهوم و معنی دموکراسی را نمیفهمند، بهتر از دولت مطابق شرایط اجتماعی افغانستان دموکراسی را به شکل تدریجی تطبیق نماید و برای 1 دوره و یا 2 دوره ریاست جمهوری تعداد احزاب را به 1 و در نهایت به 2 حزب محدود سازد. 10. برای محو کشت خاشخاش و چرس و همچنان قاچاق مواد مخدره و جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی و سنگهای قیمتی قوانین غیر قابل تحمل وضع و به مرتکبین جزای اشد ولو اعدام هم باشد داده شود. 11. برای حفظ آبرو و حیثیت دولت و مهاجرین افغانی در پاکستان و ایران در دشت‌های دولتی ولایات خودشان فی فامیل و یا شخص یک قطعه زمین تثبیت و برایشان تحت شرایط خاصی که زمین را فروختن نمیتوانند و نیز برای حداقل چند سال به محل دیگر انتقال نمیتوانند زمین داده شود که از مواد محل در شهرک‌های کوچکی که در آن تمام ضروریات اولیه در نظر گرفته شده می باشد مطابق نقشه مرتبه شهرسازی خانه‌های خود را تحت پروگرام مواد غذایی در مقابل کار اعمار نمایند و نیز ملل متحد قناعت داده شود که کمک‌های خود را برای 6 ماه دیگر برایشان دوام بدهد. 12. تعیین کمیسیون بین‌المللی برای بررسی ادعاهای افغانستان و فدراسیون روسیه به ارتباط تثبیت غرامات جنگی بالای روسیه و خروج روسیه بر افغانستان. 13. تجدید نظر بر بعضی مواد قانون اساسی که سازگار به شرایط فعلی افغانستان نیست، چون انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه در 2 وقت مختلف، بازار آزاد، پانتون‌های شخصی و یا آن چیز دیگری که به ضرر منافع ملی باشد. 14. ایجاد کوپراتیوهای دولتی برای رقابت به سکتورهای خصوصی، تهیه و ذخیره مواد اولیه چون چای، بوره، روغن، تیل، گاز، آرد، گندم و برنج. 15. حل موضوع خط سیاه دیورند با در نظر داشت منافع ملی افغانستان و احترام به حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ ماورای خط سیاه دیورند. 16. با در نظر داشت عدالت اجتماعی
و آوارگی برادران و خواهران کوچی ما با دادن تذکره تابعیت و فروش زمین‌های دولتی به قیمت‌های مناسب در مناطق مختلف افغانستان مقیم شوند. 17 برای حفظ حیثیت و آبروی خواهران و برادرانی که در شهرها و گدایی امرار حیات می‌کنند، تقویه صندوق خیری به نام بانک کوچک اسلامی راجستر شده ایالت کالیفرنیا و سازمان‌های دیگری چون اطفال جنگ زده و آشنا و غیره از منابع افغانی و بین المللی. جناب عباسی صاحب، خدمت شما عرض بکنم که یک مؤسسه وقتی موفق شده میتواند که در رأس آن اشخاص امین و صدیق، طرف اعتماد و دانشمند باشد. قراره که جناب شفیع ذاکر برایم فرمودند در بانک اسلامی شخصیت های ذیل در هیئت رهبری قرار دارند: جناب دکتر عبدالستار سیرت، جناب دکتر صدیق نورزوی، جناب عمر خطاب، جناب ابراهیم حبیب زی، جناب حبیب مایار، جناب سالم احمد کامرانی، جناب حضرت صاحب عزت الله مجددی، جناب عبدالله طاهری، جناب ضیاء الله، محترمه دکتر مریم قدرت، جناب دکتر یماس مصدق، جناب دکتر جهان شهسوار، جناب عارف عباسی و عده دیگری از شخصیت‌های دانشمند. مطلب از تذکر اسماء فوق این بود که اگر خداوند متعال بخواد که در کنفرانس بین الافغانی ملی پیشنهاد شده 10 الی 20 شخصیت غیر حزبی و تنظیمی پاک، صدیق، امین، با تقوا و تندوست، طرف اعتماد و دانشمند در انتخابات آزاد و سری به نمایندگی از 100 نفر شامل کنفرانس که نمایندگی از ملت خواهد کرد و بتواند در جوامع بین المللی از ملت افغانستان نمایندگی بکنند، بزرگترین موفقیت خواهد بود. جناب عباسی صاحب، حال به اجازه شما به پیام ذیل صحبت خود را ختم میکنم. مهربانی میکنید صاحب، بفرمایید صاحب. ګرانو وطنوالو، زما پورتني عرایض مو واورېدئ، نو اوس تاسې څخه هیله کوم چې ولاړ شئ، که په قلم وي یا که په ژبه حقیقت ووایئ چې عدالت راشي. که عدالت نه وي، وحدت او یو موټی کېدی نشي کولی چې راشي. زه په خدای جلاله شانه قسم کوم تر هغه وخت چې یو موټی نشو، دا د پلار نیکه ټاټوبی نشي آزادېدی. نو زما عرض دا دی که پښتانه یې، که هزاره یې، که تاجک یې، که ازبک یې، که نورستاني یې، که د افغانستان هندو یې، لطفا د محبت غېږې یو بل ته خلاص کړئ، یو بل په غېږ کې وینیسئ او یو بل په محبت او صداقت مچې کړئ او یو د بل اوښکې پاک کړئ. که ګناهکار یې، لطفا د یو بل څخه معذرت وغواړئ او په لوی خدای جلاله شانه قسم وکړئ چې خپل وطن آزادوو او په خپله یې روغوو او سمبالوو. دا د بېننګۍ بړستن اخواته اچوو، ولاړېږو، قلمان اخلو، حق لیکو او خپل حق غواړو. که قلم نه لرو، په ژبه حق وایو او خپل حق غواړو او نور د بېننګۍ ډوډۍ نه خورو. راشئ په یوه ژبه ووایو چې موږ افغانان وو، افغانان یو او افغانان او مسلمان مرو. په درناوي، ستاسې خدمتګار انجینیر فضل احمد افغان. جناب عباسی صاحب، از حوصله‌مندی جناب شما و هموطنان عزیز خود من از سپاس و تشکر میکنم و آل من در خدمت شما هستم و هموطنان خود. تشکر بازم. انجینیر صاحب فضل احمد افغان، از لطفتان، از سهمگیریتان در این پروگرام، از اینکه دعوت مرا قبول کردین، یک جهان سپاس و امتنان دارم. شما در حقیقت می استراتژی انکشاف اقتصادی و اجتماعی و مسائل انسانی و بشری و همه مسائل به صورت جامع در پیشنهاداتتان گنجانیدین و همچنان شما پیشنهاد شما مغایر به دو پیشنهاد اولی همیست که محل انعقاد کنفرانس در افغانستان صورت بگیره که البته این موضوع هم قابل بحث است
که از جوانب مختلف دیده شود. بله. و همچنان باید ما سوال نمی کنم، صرف یک تبصره است. باز ما سوالات به بیننده های محترم خود میمانیم که اینال وقت همی کنفرانس هم مهم است که صبر کنیم تا معلوم شدن انتخابات ایالات متحده امریکا که او ارباب قدرت واقعی است. در اونجا البته ارباب قدرت واقعی خداوند عالم است، اما در عالم اسباب و مناع هستند. و یا ای که منتظر شویم که چی وقت انتخابات افغانستان صورت میگیره که حکومت نو در این شرایط فعلی و در این زدوبندها شاید به می پیشنهادات ما ریشخند کنن و بگوین شما کی هستین و از کجا خواهد آمدین و گپا. اما مقدماتش باید ریخته شود و هر موضوع قابل بحث است، قابل بحث همه جانب است. اما وقت ما به نتیجه می رسیم که اول تشکل ایجاد بکنیم و تا که تشکل نبیاید نظریات جناب محترم انجینیر صاحب افغان یا نظریات ما یا نظریات دکتر صاحب کاظم یا نظریات دکتر صاحب ترکی یا اینا هیچ مورد بحث قرار نمیگیره. ما همه نظریه میتیم، نظریه معلق در هوا میمونه، اما نظریات وقت مورد بحث قرار میگیره و مورد تایید میگیره قرار میگیره که اول تشکل. اینمی اصلا تعداب و زیربنایش است. من از شما تشکر میکنم، شما را من در لاین میمانم. احتمال داره که بیننده های محترم از شما سوالات داشته باشن. بازم از شما یک جهان تشکر، ممنون هستم صاحب. من شما را به هولد میمانم صاحب. دکتر صاحب محمد صدیق نیرزوی، مهمان پروگرام پیام افغان، به این پروگرام خوش آمدین، صفا آوردین. نوبت شماست که صحبت کنین. بفرمایین صاحب، گفتنی هایتان به خدمت بیننده های محترم تلویزیون پیام افغان ارائه بفرمایین صاحب. سلام علیکم آقای عباسی، تشکر از دعوت شما، از مهربانی شما و از خدماتی که شما را میکنین در راه اسلام و در راه خدمت به مردم افغانستان. سلام و احترامات خدا ما به تمام مردم افغانستان مخصوصا میرسانم در هر جایی که هستن و به دیگرایی که دلچسپی دارن در واقعات افغانستان. من میخواستم که سلام و احترامات خدا به برادر محترم ما انجینیر صاحب هم میرسانم. تشکر میکنم از یادآوری که نام مرا در باز جای یاد کردن. گفتار از اینا بسیار مفصل بود. من اصلا گفتار از اینا تفسیری حالی ندارم، باز پسان انشالله گپ میزنیم. اما میخواستم که یک مقدمه اول راجع به تاریخچه تعرضی که امریکا و انگلیس و نیتو کرده بالای افغانستان یک چند کلمه گپ بزنم، بعد از باز موضوعات دیگر. چرا افغانای ما باز اینطور فکر میکنن که تعرضی که امریکا بالای افغانستان کرد در 7 اکتبر 2001 ای از راه حق بود و از راه قوانین بین المللی بود، اما ای در حقیقت غلط است. سبب از این که امریکا آرتیکل 51 ملل متحده استعمال کرد و به سکیوریتی کانسل ملل متحد مراجعه نکرد، اما به آرتیکل 51 ملل متحد استعمال کرد و آرتیکل میگوید که اگر یک مملکت بالا یک مملکت دیگه تعرض میکنه، مملکت دوم حق داره که از خود دفاع کنه و در حقیقت یعنی حمله کرده میتونه بالای مملکتی که سرش حمله کرده. بعد از باز که حمله صورت میگیره باز مراجعه میکنه به ملل متحد و ملل متحد باز تصمیمات خود را میگیره. اما افغانستان بالای رعایت امریکا حمله نکرده بود. ما متاسف هستیم که در 9 سپتامبر 11 سپتامبر 2001 یک حمله ناگهانی بالای امریکا صورت گرفت. 3000 بیگناهان کشته شدند و تخریبات زیاد صورت گرفت و نظم امریکا و نظم دنیا برهم خورد. اما این مسئله جداگانه است و عدالت که در مقابل یک واقع صورت بگیره، این ما میخواییم که سرش توجه کنیم. مردم افغانستان تعرض نکرده بودن، حکومتش تعرض نکرده بود و استعمال همی آرتیکل 51 بسیار مبصرین است که اعتقاد میکنن که حال جنگی که در مقابل افغانستان صورت میگیره یک جنگ تعرضی است،
نه یک جنگ دفاعی. دوم دلیل در این تاریخچه است که حمله امریکا بالای افغانستان پیش از حمله بالای امریکا تشکیل شده بود. بروس ریچاردسون که یک عضو همین هسته افغان ریسرچ سوسایتی است کتاب نوشته کرده، کتاب دومش است، افغانستان Search for Truth افغان پست، در 2008 چاپ شده. در صفحه های 334 تا 340 منابع مختلف ریویو میکنه، سرش تبصره میکنه که اینا اسنادی دارن که حملات بالای افغانستان پیش از حمله بالای امریکا ترتیب داده شده بود و دلایل مختلف داره. سیومی که در 20 سپتامبر CNN یک پروگرام داشت و همی مبصری از او کریستیان امانپور راپور میداد و اسناد اینا پیدا کردن که گفت که اسامه بن لادن پلان حمله خود را بالای امریکا در پشاور ترتیب داده بود. در 2001 ما یاد ما است که میگفتن که حمله از داخل افغانستان بالای امریکا صورت گرفته، فلذا امریکا حق داره که بالای افغانستان حمله کنه. این مسائل ما دلیل میگیم که برای ما روشن شده که این جنگ مقابل مردم افغانستان ناحق است، ضد قوانین بین المللی است و باید این به زودترین فرصت ختم بیافته. یکی از چیزایی که ما پیشنهاد میکنیم که این است که باید اوربان سر تا سر افغانستان باید صورت بگیره، جدی این کار باید صورت بگیره. بعد از با سر دیگه مسائل ما گپ میزنیم. نیم سردی که ملل متحد در این مسئله چی کرده میتونه؟ ملل متحد یک عالی دست حکومت‌های قوی یا حکومت‌هایی که در سکیوریتی کانسل عضویت دارن، عالی دست از اوناست در حقیقت، مخصوصا امریکا و انگلیس و فرانسه و چین و روسیه. طبعا اما اونا وقدر مخالفت نکردن در مسائل افغانستان. ملل متحد به دور عموم رزولوشن هایی که تیر کردن، در این رزولوشن های خود این در راجع به افغانستان اینا نگفتن که جنگ تعرضی باشه در افغانستان. اینا قوه آیساف که ساختن، اینا برای ساختن که برای امنیت باشه. اما سیاست امریکا فشار بالای نیتو، فشار بالای حتی ممالکی که عضویت نیتو رو نداره. شما ببینید که کلمبیا 200 عسکر روان میکنه در داخل افغانستان، 40 مملکت در افغانستان عسکر روان کرده. اینا رو به مسائل 11 سپتامبر چی؟ اینا رو به مسائل امنیت دنیا چی؟ اما داخل هستن در افغانستان از طرفی که فشارهای سیاسی از طرف حکومت امریکا بالای زینا آورده شده که بیاین شما داخل شوین و در حقیقت در پشت سر طبعا در مقابل از او چیزهای دیگه برشون داده میشه. یعنی سیاست در مقابل افغانستان رقمی که طرح شده مغلق ساختن و به مقصد مغلق ساختن تا مردم راه خود را گم کنه و نفهمه که در حقیقت چی صورت میگیره در افغانستان. اما کسایی که سری این مسائل توجه کرده و پرزه جمع کردن چیزها را، ما به نتیجه میرسیم که واضح است که جنگ مقابل مردم افغانستان است، مقابل اسلام است و این جنگ باید ختم بیافته. ختم به زودترین فرصت باید این جنگ ختم بیافته. چرا چیزایی که صورت گرفته تنها در این سال و هیومن رایتس واچ میگه که 600,000 پوند بام بالای ماه جون و جولای 600,000 پوند بام بالای افغانستان انداختن و در هر 10,000 پوند بام 2643 نفر افغان شهید شده. در مقابل از که می‌بینیم که عراق هم می‌بینیم تلفات، اما در مقابل از عراق در عراق 341 نفر امیران که اونا در عراق شهید کردن. خب یعنی جنگ مقابل افغانستان بسیار شدید جنگ است. جنگ است که واقعات است که موقتا برای ما خبرایشون نمیرسه. سربازی که در مقابل دهات است، دهات راپورا برای مردم نمیرسه. یکان واقعی که
بسیار کلان می باشه و مردم توجه میکنه، مثل عزیزآباد در هرات مردم دنیا توجه میکنه و شدید تقدیم میکنه سیاست امریکا را. دیگه اینا سیاستمدارای امریکا و قماندانهای نیتو و همچنان از امریکا، مخصوصا سکرتری گیتس، حالا متوجه به این شدن که مردم دنیا یا مردم اروپا، مخصوصا مردم افغانستان، حقایق میگوین ما باید این جنگ بس کنیم. از این سبب که آدم یک انترویوی که با چی داشت، یکی از راپورترهای لاس آنجلس تایمز داشت همراهش در 9 اکتبر، میگوید که there has to be ultimately, and I underscore ultimately, reconciliation as part of a political outcome to this. That's ultimately the exit strategy for us all. یعنی باید صلح بیاید، در مرحله آخر باید صلح بیاید و اینی راه برآمدن ماست، راه برآمدن امریکاست، راه برآمدن نیتوس از افغانستان. و این وزیر دفاع امریکا که گپ میزنه در پالوی از قماندانهای نیتو از انگلیس و فرانسه و دیگرهای گپ زدن، مردم افغانستان صلح میخواه. راپوری بود از طرف آنان گوپل در کریستین ساینس ماراتر 20 اکتبر میگوید افغانستان emerging anti-war movement و تبصره های زیاد آلی آدم میخواه که مردم دنیا متوجه افغانستان شدن، مخصوصا در سیاست هایی که آدم میشنه از طرف سیاست مدارای امریکا در واشنگتن که ما زیادتر عسکر روان میکنیم و مردم ضد زیگپ میزنن که روان کردن عسکر زیادتر با افغانستان راه حل مشکلات افغانستان نیست. و در حقیقت یک انگلیس گفته با موجودیت عسکری خارجی در افغانستان مشکلات حل کرده و همین چیزا ما هم میگیم که تا که این مسئله حل نشه مشکلات داخلی افغانستان حل شده نمیتونه. چرا مردم افغانستان برای ما واضح شده که مردم افغانستان به دفاع خود خیستن و در مناطق مختلف کسایی که میرن از این هسته ما میرن، از دیگر جاها میرن، راپورا میگن که مردم عادی است که میجنگن. این به نام طالب هستن یا نیستن، اروپا و امریکا غیر طالب میگوین و بم میندازن، اما مردم عادی است. فلذا این جنگ امریکا و نیتو برده نمیتونه، یعنی عقیده ماست. و جنگ کسایی که مخالفی از این رژیم است اونا هم برده نمیتونن، چرا مردم افغانستان قوه مردمی دارن، اینا اسلحه دارن و باید امی برای ما واضح میسوزه که دوام دادن این جنگ به منفعت هیچ کس دوام شده نمیتونه، به ضرر کل است. فلذا باید صلح بیاید. کسایی که مخالفت داره با صلح، با مسائل صلح، این هم دلچسب است که یک دو کلمه سازی گپ بزنیم. کسایی هستند که مستقیما از این منفعت دیدن، منفعت میگیرن، اما تجربه آور همین هم است که ایران یک مملکت همسایه، یک مملکت مسلمان در مسائل صلح افغانستان مداخله میکنه و امو دشمنی تاریخی که از ایران در بعض موضوعات دیده شده بود اما پس واضح میشه برای مردم افغانستان که اینا چرا یک گپ میزنن. ما تاریخچه روابط ایران با افغانستان تعقیب کردیم از 1980 به این طرف. مختصرا یک چند کلمه ما میگیم چرا انتخابات ما، اعتقادات مردم ما همیشه سرازی است که پاکستان در مقابل افغانستان خیانت‌های زیاد کرده. سرازی ما قبلا می‌دونیم به سبب که واضح است که پاکستان چی کرده برای مداخله کرده در مسائل افغانستان و کمک هم کرده، مداخله هم کرده، ضرر هم رسانده، مفاد هم رسانده، اما سر مسائل ایران کسی گپ نمیزنه. وقتی که شوروی بالای افغانستان حمله کرد، همون سال بود که حکومت اسلامی در ایران آمد، اما حرکات حکومت ایران در مقابل افغانستان، در مقابل جهاد افغانستان بسیار فرق داشت نظر به حرکات پاکستان و مسائل جهاد افغانستان. ایران نمیخواست که کمک بکنه،
واضحا مجاهدین اجازه نداد میکنم که از ایران تشکیلاتی بسازن که مثل تشکیلات مجاهدین در پاکستان بود. در 1989 8 حزب کیری 8 حزبی که در ایران تشکیل شده بود، اینا را حکومت ایران یک حزب ساخت به نام حزب وحدت. او هم بر مسائل سیاسی بود، نه بر مسائل جهاد و مسائل کدام مسئله دیگر. در 1983 اولین بار ایران اجازه داد برای مؤسسات بین المللی که بیان برای مهاجرین افغان کمک برسانند برای UNHCR و بعد از باز تا یک اندازه کمک ها رسید، اما نه به تشکیلاتی که در پاکستان صورت گرفته بود از طرف مؤسسات بین المللی. به هر حال مشکل ما این است که ایران هم ضرر رساند و مقاصد خود را داره و در این مرحله حساس باید ما خواهش میکنیم از برادران مسلمان ایرانی خود و مخصوصا از حکومتش که در مسائل افغانستان مداخله نکنن. باید در حقیقت در این راه کمک بکنن که صلح در افغانستان به صلح به منفعت نه تنها به منفعت افغانستان است، به منفعت ایران هم است. و ما باید یک اقتصاددان من میگم که هم اقتصاد افغانستان، ایران، پاکستان و همچنان ممالک شمال در حقیقت اینا منسجم شده میتونن که یک فری ترید زون برای خود بسازن، مثل که در اروپا صورت گرفته بود و انکشافات اقتصادی زیاد صورت گرفت. ایوازی که در مسائل سیاسی در مسائل کوچک خود ریزه اینا خود را مصروف نگاه کنن و در حقیقت هم ثروت طبیعی که دارن امیر رقم ضایع شده برای و موقع مزست برای سرزمین یک چیز من نشته کرده بودم سالهای پیش هم و همیالتم پیش در نظر آمد که خود در حقیقت رای نیک رای خوب به مردم ایران، به مردم افغانستان، به مردم پاکستان در منطقه اینمیست که باید نه تنها صلح باید رای مشترک اقتصادی برای انکشافات اقتصادی اینا باید مد نظر بگیرن، سیاست مدارایشان مخصوصا حکومت ها مخصوصا. میایم سرزی که چی رقم پیشنهادات صورت بگیره در مسائل صلح در افغانستان. با تفصیلاتی که باید گپ زده شود من میخوایم با تفصیلات گپ بزنیم، مسائل بازی که نه تنها کمی وقت است و در حقیقت موضوعاتی که آدم اگر سرش به تفصیلات گپ میزنه باز در موضوع امکان داره که از نظر آدم دور بره. من به طور عموم میخوایم که پیشنهادات هسته ما را برای شنوندگان محترم بگوییم. اول خب باید اوربان به سیز فایر سر تا سر افغانستان و یا از دو طرف باید قبول شود. دوم برای نگهبانی صلح یا قوه پیس کیپینگ بین زیر نظارت ملل متحد و از ممالک اسلامی Organization of Islamic Conference تقریبا 57 عضو داره و اینا یک موافقه مخصوص در بین خود کردن ملل متحد و OIC در 10 جولای 2008 در ژنوا که اینا در مسائل نگهبانی صلح، نگهداری صلح اینا همکاری میکنن. موضوع افغانستان اولین جای امتحان این موافقه از اینا خواهد بود. اگر یک حرکت از ما افغانا صورت میگیره و یک تشکیل ما میسازیم که باز برای اینا مراجعه میکنیم که خب بین این موافقه که شما کردین ما برای نظریات براتون میتیم که چه رقمی عملی شده میتونن در افغانستان، اما تشکیل شما بسازین، مصارف شما بکنین و پشتیبانی حرکت شما بکنین. از که شما مؤسسه هستین که دنیا شما را شناخته و وسایل دارین. سیوم نیتو و ملل و نیتو و امریکا همی ایلیگل غیر قانونی گنگ هستن واردال هستن و بی سی یک راپور داشته از مزار که تقریبا 700 گروه ازی است مخصوصا در شمال و در مرکز و در شرق و در مناطق مختلفی که جنگ نیست در حقیقت گروه ها مسلح هستن و مردم آزار میتن و
راپورایشان ما در تلویزیون آریانا و در غیره میشنویم که چقدر اذیت میکنن مردم، تعرضات میکنن. اینا باید دیسارم شون و اینا باید از بین خودسا شود. در حقیقت بدبختی است که تا حال نیتو، اعضای نیتو و همچنان امریکا به سرکرده های از اینا معاش میتن از سبب که برای حفاظت خود اینا را با کمک از اینا ضرورت دارن. در مرحله اول هم اینا را آوردن و ماندن که اینا انکشاف بکنن از سبب که توجه به مردم افغانستان نداشتن که مردم افغانستان اذیت نبینن، یا است که مردم عادی افغانستان از جنگسالارها و قماندانها از اونا استفاده نکنن. او مد نظر نبود و از این دلیل است که این حالت روی کار آمده. دیگری که باید یک تاریخ معین ساخته شد برای خروج قوای امریکا و خروج قوای نیتو. و خروج قوای نیتو و امریکا را ما مقصد ما نیست از اسکرایشون است، نه از مشاورین اقتصادی و مشاورین اجتماعی و این چیزا. چرا هر کسی که میگوین که قوای امریکا و نیتو از افغانستان برای دیگر هستند که انتقاد میکنن که چطور میشه کمک ها و چیزا از بین میرن. نه، ما اصرار میکنیم که کمک های بشری و اقتصادی ادامه بیافته و حالی که چون حکومت امریکا و تا حکومت های نیتو هم به می نظر آمدن که صلح در افغانستان بیایه، طبعا اونا هم میخواهند که یک نام نیک در افغانستان بانن، یک رابطه حسنه در بین مردم افغانستان و مردم خود بانن، یک نام نیک در تاریخ بانن که خواهی کارا صورت گرفت در این که این حال ما رای حل پیدا کنیم که هر دو طرف قابل قبول هر دو طرف باشه. لذا اینا باید برای 5 سال تا 10 سال کمک های اقتصادی خود را ادامه بدن، کمک های بشری را ادامه بدن و در حقیقت یک حصه مصارفی که اینا میکنن. اگر امریکا 4 یا 5 بیلیون دلار در ماه مصرف میکنه در افغانستان، 50% 25% یزیدم که برای افغانستان بده در سال خب یک کمک بسیار مفید است. چرا در تاریخ افغانستان که چیزی که ما دیدیم در 1955 تا 1978 که کمونستان آمدن بسیار کم پیسه از بیرون می آمد. چیزی که احصایی که من داشتم 50 میلیون دلار در سال بر افغانستان می رسید، اما مو بر راه درست استعمال می شد که اقتصاد افغانستان پیش برده بتانه، رشد کرده بتانه، نه تنها در مسائل اقتصاد، در مسائل تعلیم و تربیت، در مسائل صحی. و حالی میبینیم که به بیلیون ها دلار میایه، درکش معلوم نیست و تاثیرش هم معلوم نیست. واضح است که برای غلط استعمال میشه. به هر حال این پیشنهاد به طور عموم پیشنهاداتی است که راجع به قوای خارجی و راجع به مؤسسات خارجی. من در داخل افغانستان طبعا دیگه چیزی که باید صورت بگیره در اونجا انتخابات به اساس دموکراسی که از بیرون آوردن دموکراسی از بیرون و تأمین از بالای یک اجتماعی که خواص خود را داره، در این مسئله یعنی در حقیقت به دقت توجه نشده. همین مسئله لایجریه که ما داریم یعنی است که انتخاباتی که در قریجات میشه یک ملکه یک ملا را یعنی یک احساس مساوات در بین مردم افغانستان همیشه بوده، تاریخی بوده. اگر امیر ما یک جوش داده میتونیم با تشکیلات مؤسساتی که فهم میکنیم مفید واقع میشه برای اجتماع افغانستان از اجتماع بین المللی و درست یک چیزی از این برآمده میتونه که بعد از باز سوء استفاده صورت نگیره. حالا فهم میکنیم که انتخاباتی که در 2004-2005 صورت گرفت یعنی خیرات بخش نبود برای مردم افغانستان. در اون وقتی که انتخابات صورت گرفت ما چندین قصه ها را شنیدیم که تقلبی صورت گرفته بود، تقلب در مناطق مختلف صورت گرفته بود، اما چون مردم قوه نداشتن، تشکیلی نداشتن و هر کس در حقیقت انفرادی کاندید بود،
که صدای خود کشیدن نتونست. اگر خب صدای خودم کشیدن ملل متحد رخصتش کرد و اخبار دنیا توجه نکرد، خلاص همونطور مان. و ما میخوایم که همه چیزا باز تکرار بیافته و باید انتخابات به دست خود افغان ها باشن، نه به دست خارجی ها. چون تا که مسئله صورت نگیره در حقیقت انتخابات درست صورت گرفته نمیتونه. و دیگه تا که صلح نبیه، مردم ما در جنوب در شرق چه رقم خود را منسجم بسازن، تشکیلاتی باید اینا بسازن برای انتخابات، کاندیدای اینا پیدا کنن و اجنده های اینا باید بسازن. دیگه این مسائلی است که باید بحث شود، مسائلی است که در تلفن و در تلویزیون چیزا بحث شده نمیتونه. باید در کنفرانس ها درست است. مطرفدار عزیزم که کنفرانس در بین افغانا تشکیل شد و مردم در داخل افغانستان مسائل متوجه شود. اگر پارتی های هستن که اینا سر از این مسائل خودشان فکر کنن و رای حل بکشن برای اشتباه، ببینیم که از کدام از اینا بهتر است و همون مردم افغانستان پیش برده و تعقیب بکنن. پیشنهاد دیگه که از برادر ما انجینیر صاحب شد که پارتی ها کم شود. این هم یک نظر مفید است. سبب از این که اگر 90 و 100 پارتی می باشه، اول خود رای تقسیمات میشه، هیچ به مفاد یک کسی تمام شده نمیتونه. دومی که از تاریخچه ایتالیا آدم میبینه که ایتالیا بعد از جنگ دنیا تا به حال فهمیدن 20 حکومت مختلف ساخته است. سبب که پارتی ها زیاد است در اونجا. باز حکومتی که میسازن باز یک کوالشن حکومت میسازن، باز یک 6 ماه تیر میشه، باز کوالشن باز چیم سقوط میکنه، باز یک انتخابات دیگر باید صورت بگیره. اگر تعداد پارتی ها را کم میسازن، پیشنهاد من شخصا اینه نیست که اگر پارتی ها هستن اینا با همین اجندای پارتی های دیگر رو ببینن که چی هستن. بیاین که ما یک جای شیم که ما اجندای شما همین چیز میگه، این چیز میگه، این چیز میگه و از ما همین چیزا رو میگه. تقریبا بیاین که یک کمپرومایز بسازیم که ما تعداد پارتی ها رو کم بسازیم و راه خود رو در حقیقت واز بکنیم برای انتخابات. اصلا که یک پارتی 5000 نفر داشته باشه و بعد یک پارتی دیگه 10000 داشته باشه، خب یک قوی زیادتر پیدا میشه. اگر 10000 و 5000 یک جای میشه با هم میوزی که هر کدامشون جداگانه یک کادی پیشنهاد میکنن. دیگر در مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی مشکلات افغانستان زیاد است. یک چیز دیگه هم که من میخوایم یادآوری کنم این است که شکایت های زیادی در مقابل جنایتکارا در افغانستان شنیده می شود. ما اسناد زیاد داریم در حقیقت در 30 سالی که تیر میشه اسنادشان پیش